آی هرا جان نام تو بالا ببینم، دلارام الله تو را زیباتر از دنیا ببینم. با هر گوشه بشانم من حالی تو را سبزتر از دنیا ها ببینم. های داد و بیداد خدا غمای دنیا را به مدار. سلام علیکم، مونده نباشیم اهو. خوش آمد میگیم شما، خوش آمدیم به تا تلویزیونی ما. شما را هم که میبینم من شما بر میبینیم. انا از برنامه زنگ تفریح به خدمت شمانیم. خدا کنه که تا به این لحظه از چهاربیتی ها ما به شما خستکون شده باشه. میریم بخش اول میبینیم، انا باز میاییم پس به من جگاه. سلام بینید عزیز. در کشور ما اغلب بیشتر کسایی هستند که از عمر خود خیری نمیبینن. آمدیم در کنار یک تن از شهروندای عزیز خود. سلام بر شما. سلام به شما و به ما. علیکم سلام. شما چند ساله این؟ بله. شما چند ساله این؟ من امسال که بگذره دوره بر 70. شما 70 ساله این؟ دوره بر یا بله. خب چی وقت 70 میشین؟ یک قرن دیگه که بیایه. خب حالا از هر چی هسته به می طول مدتی که مثلا شما کلون شدین و قدر سن سال کردین، چی خیر دیدین از زندگی خو؟ نفهمیدم منظور گپ شما. اما غزر که عمر کردین از عمر خود چی خیر دیدین؟ کاسر ندیدم چون بعض موقع که است برقای منطقه ما 4 ساعت میره. جلوه 3 ساعته بود، حالا با 4 ساعت شده. نه واقعیت رسید بگم کاسر ندیدم من. نه منظور من کسی یا چیزی یا کاری نبود. منظور من بود که همین قدر طول مدت میگن 70 سال یا به دوره بر 70 سال عمر کرد. مرچی بود گپ نیه. از زندگی خود چی خیر دیدین؟ نمیگن از زندگی خود خیر دیدی ندیدی؟ اگه به شما واقعیت بگم سوال جواب شما نمیفهم. مثلا شما چی بیشتر واضح تر توضیح بدین که ما بفهم. شما چند ساله این؟ دقیق بگم 34. 34 سال عمر کردین. به می 34 سال عمر خود چه کار بکردین چه کار نکردین؟ موشنگ بفروختم، بغلی بفروختم، لبلبو او کشته، شورنو خود، جز جنگ دادم، جایزم بفروختم. البته تخمرغ حالا که به تموز نمیخرم، مثلا هوا گرمه. انا چند تا میش خیلمو که هم داشتیم جلوه خورد بودم میچرندم اینا. نه اینا خب کارایی بود که کردین. من میگم چی خیر دیدین از زندگی خو؟ بله میگم از زندگی خود چی خیر دیدین؟ فایده نمیکرد. پیار به هر شغلی که با ما بدادم گفتم تو نوال بی ثمری. بفهمیدین؟ نوال بی ثمری. هرچی من فکر کردم گفتم جامعه به درد من نمیخوره، من به درد جامعه نمیخورم، پس آزاد باش آدم بیترتره. همیر بدیدم که آزاد باش آدم بیترتره. به امید از که از می آزادی راه نشین همیشه آزاد باش. فعلا هستیم انشالله جا شما سبز و گلباران باشه. تشکر از شما. میام بچه من میام، تو دم که سبز باشه. بریم خودم ما بچه من چای خورده. تشکر از شما. قربان دست شما. خوش میگم. سلام بر شما. سلام علیکم. و علیکم سلام. چند ساله این شما؟ من برارم 11 ساله. شما 11 ساله این؟ بله دیگه. من خود شما رو گفتم. خود من برار 11 سال سند منه. بی قد و قیافه شما نمیخوره شما 11 ساله باشین. چرا برار نمیخوره؟ نام خدا تکنولوژی پیشرفت کرده، برق آمده،
به مردم افغانستان سهولت آمده. البته شما به ذریعه برق کلان شده. خب نه برار خواله که حالی تگه پیاسه که مردم سوده رشد اینا بیشتره بفهمید زود رشد میکنه. حواسه که سوده هم مردم. خب خیر به هر حال تشکر از اینکه رشد کردین شما. بله. به 11 سال عمر خود چی خریدین از زندگی خود؟ چی کار کردین؟ به 11 سال عمر خود چی خریدم؟ همین که من میبینیم همین خیره بدیدم برو. اشته شما رو که میبینم. خب برار سعی کنیم شما به 11 سال هم که خور کلون کردم همی بیترین نعمتیه برو. دستاورد شما به 11 دستاوردم همینه که کلون شدم. دیگه کاری نکردین دیگه پیشرفتی چیزی نکردین. خود دیگه برار دیگه او تا خیلی پیشرفت کردم بفهمیدین. مثلا چیکار کردین؟ مثلا با خونه خالی خو میرم گاهی وقتا میمون میکنه انه کار خوبی میکنه هفته یک شبی میرم مثلا میگه بیا چای بخوره عزت احترام میکنه. یعنی خیلی پیشرفت کردین شما. آه دیگه برارم دیگه خو اینجا افغانستانه دیگه شما خبر ندارین. 11 سال عمر از اینا دوستای عزیز خاطر که برق آمده و تکنولوژی اینا کلون شدن دستاورد بزرگی داره. دیگه چی امر خدمت برو. تشکر از شما. ما در خدمتیم. خواهش میکنم. سلامت باشی. دیگه کاری نبود. نه خیر بینیم. به این کشور ما و شما فقط تنها چیزی که ارزش داره میمونیه، فقط بریم لقمه بزنیم شکم خور چرب کنیم. با امید روزی که همگی سیر باشیم. خب تو که به مکسر تو نمی گزارش وانمیشه به مسند سال با عمر به خیر و به چی وانمیشه خود چیری میپرسی چی؟ نه دیگه نه بپرس خود چیری جواب خور دادن نمیتونی بیچاره. وای 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 بدیدین بخش اول چی بیدک چی گفتم اینا عقل کمال نداشتم فکر کنم عطنه مکرده عقل کمال بیتره. خب دیگه چیه؟ ها بریم بینید داسته کنیم. شما یک دقیقه بریم این ماشنامه رو هم ببینیم خودی هم نگاه میکنین سعی کنین چی گپه چاپات بزنیم مردمه. خدا شما رو به دست همی پولیسا بندازونه که نصف پولا را کیسا شما بیری کنم انا دل ما یخ میکنه. چاپات بزنین خورزاده من چاپات بزن. ایش مونده هم خدا. اینه دیونه شدی چی؟ چرا قربان دار میداری؟ میگم چی ده آورد دستت نخو وقت کمی ساعت لو کنو که متار داغ آمده. به ما چی متار داغ آمده؟ اینا به سر نون همه اومده. وعده کل ماده خو. اینه چی گفت؟ او پاشو برگم شوی. فقط شهر خربزی بیامدی ولی خب. ای. با تو میگم وقت که ساعت لو وشنیم یقدری. نخی. خور ناسوس. ايه اللي بقى تتعب ما وش هيك شو كل ما زيت مكمل مسخره شیطون ارسای کنه خورده بودی. ای چری او ناود 1 ساعت میشه آخه. باش برم یک نگاهی بکنم آخه. بابا چیکار کنم؟ ابراهیم مرتکه دست بالای بچه خود بالا کردن نمیتونه. چی جا برسه بالای بچه برا خو یا برای شاگرد خو. شرایط اینه که آدم خواسته باشید کارا بکن. به قصه از اینکه پا نشد والا قاسم بریم فعلا خداحافظ.
میگون سال با 12 مگه منون به خون باشه دست تو. من کلبند میکردم بیامد بلغت بزد به کلبند. باز تا گفتم نوبت منه به مسطل بزد به گرده من دیگه ما گناهش چیه؟ به خاک زدی بود. میگم خلیفه قاسم بله. آدم همین رقم میزنه. آخه برام دو چپا زدم من. آخه دو چپا دارم ال مازی بخلگی میزنه گوشی تو میدش به می آدم میزنه طفل صغیری. تو همین رقم چپا داری گرات 5 تا به تاری رو گردن بخسته اگه می رقم میذاری بخو گوشی میخواد چیکار میکردو؟ خلیفه مرتضی دستام سیاه و جات پنجام بابا جان اگه خو گوش مرتکه پاره باشه کی جواب میده؟ تو جواب میدی؟ مجبوری خود تو جواب بده با من خراب نداره. طفل صغیر تو بزیر اون گریه کرده و خس برا بخونه خوره. دیگه انا هر گپی باشه دیگه تو میفهمی جواب بدی. من ربط نداره به حساب همسایه‌داری من به تو چیزی نگفتم انا به حساب همسایه‌داری. انا لاله او هم از خود هر کس دیشته باشه باز تو خود طرفی. گریه کرده و خس برا بخونه و پیش مورد. هر روز اول که بچه خود فاند و نصیحت نمیدم ری میکنم مستری خونه به زیاده. بابا جان من به این کار ندارم فقط انا تو طرفی خودم. من فقط همه قدر به حساب همسایه‌داری انا بتونه جنجال کردم خودت رو دیگه کنم فقط من مغز به تو میگم آدم به این حالت نمیزنم. خلیفه مرتضی من دو چه گم پاس کن دیگه انا تو میفهمی بود دیگه من کار بگردونی چی دیونه پیاتونه دیونه افولادی تونه تو خاک بم سرت گفتم بشین ابو تو میگم بیا خلیفه مرتضی برای تو میگم یا قد تو خاک بم سرت با خدا مزرعه سیاست هم مرد میبودی میفهمیدی که چه کنی تو کاری کردن نمیتونه پدر تو خاک بم برو وجود طرف بیا خلیفه مرتضی بگردون یا قد تو تو بزدی فرد گوش از این پاره کردی یا قد تو روز اول تربیه میکردی میت چیز چرچلی براره میکردی سر تو خود تربیه برو وجود طرف خاک به قوارت مو بلند لمشه برو وجود بیا خلیفه مرتضی بوری دیونه دیونه خود کنی دیونه پیاتونه بشی برای تو میگم تو نشن میگه میر بزدی ها من دو چپاز زدم خدا زده دو چپاز زدم من خدا زده خود کنی به تو میگم تربیه کن اگه میت چی چرچلی رات برا کردی تو چی میگه بده داری زحمت خود کردی بدم دیبی بشی بخیری امانی چیزه بسرمه دست بالا میکنی بسرمه دست بالا میکنی بزنی بیبی مر بیزنی ها خلیفه مرتضی بیا دیونه بگردون آخی چیه دیونه خود کنی به تو میگم پاشه یه نگه بمه با خودم موابل برو وجود طرف دیگه این هم بودک تو دیونه اومده اینجی من نبودم این هم بودک بیبی هم بودک چه کار میشه نه زن دیگه برو وجود خلیفه مرتضی بیا دیگه چه بیا بلو که دیونه بیا خان میره که اینجی بشین بعد بگو خلیفه قاسم صبر کن انا چوب کن انا یه نگاه که خودی دم پور کرده خب بیا برو وجود طرف برو بشی دیگه حالا من دیدم میزنم تو سیاست نمیتونم تو برو پیار من بگو بیایه خلیفه مرتضی چکاری تو رو بگردون آخی نگو خلیفه بابا صبر کن انا صبر کن دیونه هم یا که بگو چی میگم دامه که با تو گفتم برار خوبه کردم بزن بیبی بزن بابا بگرد انا خودت جواب خوب بده نه جواب خوب بدی من چی کار دارم نه چی کار داره خود چی آوردی تو دم دکون بابا برو بگردون دیگه چلچلیه با خاطر تو معصوم خود ده نفر اینجا کردم از 10 زنگ زدم از آلمان به من زنگ زدم برو دیگه زنگ زدم پیار ما زنگ زده برار ما زنگ زده این نگاه کو بزنی بیبی برو وجود طرف با خدا قسم خوب تو به مولی میبرو برو بابا بگردون لالا تو به روی خود نمیفهم که روی داری یا نه نه برو تو لگه من خود گپ یه نکو اگه تو گم میزدی بودم گم میزدی یه نکو صبر کن برو دیگه به من نگو که برو به من نگو به خدا خون نمیجه مادر بلیاس خدای لکور از من دیگه من خود گپ زدم صبر کن که من گپ زدم این چه گم نزدم این چه یتیم بشی این پیار داری این برار داره دارمونی دارم یک بچه آخه گناه از تو کثافت تو کیو که بری به خونه بگی بریم ما خود مردم به اینجا مادر لکو بسته مردم به شاطر ما جمع کردی دیگه بس دیگه ابری حیثیت ما بردی لالا یک کلمتار نداره که برو سیکو خلیفه قاسم لالا صبر کن گپ زدم خودت صبر کن گپ زدم خودت لالا مرد باشه خودی گم گفتم آدم بالی بچه خود خوب
اوصلا نمیکنم دست بالا کنم میته که بچه مردم میزنی انال جواب برن خود تو بده تو هم از نمیدونی هم از نمیدونه همه تو تا چه باز زدم من بیشتر کن نزدم مرگ نزدم چرا من محدودم خاطر من گوشنگی بمرده بودم من تو چرا این چه کاری میشه خوارزادی پیار خسور مرچلی بزدی تو شرم یا قطع قیافه کنه داری همه گناه زیر سر می چلچلیه براره به گناه از من نبوده قرقر نکن تو قرقر نکن بشینه بله کنه بشین بگرد کنه بیا آره لالا مکار لالا قاسم تو میفهمی اینا بزنی جنجال نکن بابا کوی تو بگذاری تو بزن مگر بیت بافتاد تو دولت ایدار رو بند باشه برو پیار خود بیارم لینگتون مشکنه لالا تو چی رقم آدمی دیشته دیونه همه شما می رقم دیونه ما دیونه نیم عواقب همین کاره که بچه مرتکر بزنی ما خبر دیشتی که لالا می رقم دیونه کنی عزی بیتا بشی بسته دیگه ما دیونه ایم نی دیونه نی صبر نه لالا قاسم نشینه دیونه نی بره ما کار نکنه خور بزنه بره لالا ما برای تو بگفتم لالا بولو که دیونه بیا دیگه گوشیارتر بیاره که ما خود بابا تو بگفتم لالا تو که از همه دیونه دامه که لالا با تو بگفتم خود تو به حرف من نکردن خود تو مشکل خودی نو حل کن دیگه چی مشکل دارن بولو که دیونه بیا دیگه خود از چی گپ زنم من ابری ما بدم دیکن ما تو چری بچه ندانی که یک واجب قطعی نشون زد که آواز کنه بشی تو چرا بزدی خب من که بس زدم که من کلونتری زدم می کلونتری مرگ تو کلونتری تو شطوری خود پس خیلی بارو بردا بابر مرتضی که با کش کام از روزی پاره میکنه تو چی میگی یک زده ما گناه من یک بس دیگه اینا که بس دیگه بارو لالا بارو رات کار کو بارو دم دیگه ما ابری ما برو که واقع تو سیر علات برو که من میگم بابا کو بردا بیا برو تو فهمیدی بس برو مرتضی هستم ما به سر تو مو در حساب نداشتم یک پیره من چیکار کنم لالا کار خود تو بکری جنجال خود تو بکری انا خودت جواب بده من خود ما بگم خب میگم گناه کریمه که از صبح 10 نفر برای من زنگ زنه دو ماه از آلمان زنگ زنه او یکی دیگه از اونجا زنگ زنه او یکی دیگه از اونجا زنگ زنه من خود 10 نفر به جنجال شدم آی قط پوری میدیشی چوب در از آلمان هم زنگ میزدم برسی این چیه دا کار کوتقامه گناه منه نه اول من آمدم یک کلوتو نگرفتم نی تام بیا بگیره تام بیا بگی تام من مقصر میدونی نه من مقصر میدونم لالا ابری ما بدم دیکن ما ببردیم از منجی من مقصر برای شدم لات تو زدی لات او خورد جنجال واسه بگردن لالا ابری اسیاد ما بدم دیکن ما ببردی آخه بله سلام برو خوبی خیره لالا دیگه من فیلم همین جار جنجال گرفتارم من همینجا خود جار جنجال میکنم مادر من بیام از سلات که بابا من به من چی رفت داره که من اشته خلیفیام لالا جیگر ایله که گمش که اصاب مرتو خراب کردی آنه بگی خود گپ بزن کی نه گپ بزن لالا بله لالا همین جگه مادر خواهم بیاورد یک دیونه دیگه هم بیاورد یک چلغ تک دیگه هم بیاورد خود همین جگه بیاورد ما برسیاد ما بدم دیکن ما ببرده به می رقم گفته اقام سی ما دو چپاس زدم او که من نکشتم که یا باید مرمی زده و یا باید چخوز زده باشم دو چپاس زدم او برسیاد ما ببر چپا دادم همین رقم بزنه ها دیگه همین رقم بود ما که نکشتم او باشه ما با تو زنگ بزنم حالا با گمش که ما سلیم سر بر رفته که تو چی رقم آدمی بودی ولی اما در شما خیلی به مرتضی چیز نبودم لالا تو چرا کلت کار نمیکنی تو چرا من مقصر میدونی تو بدید کمال بجلی رو تو با من زنگ زنم من مقصر میدونم سیدالت کنم برو رد کن خانه بزن تام بزن من چی بزنم من بزن چی کار دارم گناه تو لالا مرتکه همین رقم چپات میزنه به تاگوش یکی ما کو نکشتم به همین ظالمی آخه بابا جان رات پم پدی تو به تاریخ خونترخ شده به همین ظالمی مرتکه میزنه خدا میفهمه تو همین رقم ابرو من میورد با واکو محکم‌تر میسد محکم‌تر میسدی بله انا جواب خود تو بدی برو کلونتر خوب بیا برو خود تو ولی ابرو من که ببردی باشه حالا هر کاری می بکنم عبرت کردم بخو بله کاکا میگم کاکا همین چی موضوع بوده این چی رقم بوده من یک برار صغیر دارم همین جگه بیام تا بر روی همین تو ماسک سرخ شده این چی رقمی کی زده ای درسته کاکا که میگیم ما چون همسای ما به چپات زده بروی این حق کجا بود الا این چی حق داشته که ما
برو برار میزده. قاسم نم داره، من چی کنم که قاسم نم داره؟ من میگم بچه ولی ایراد باشه، اصلا هیچ حق اجازه نداره. سعی کنیم کاکا دیگه گپ اضافی بکار نیه. وسط برار من انا را کم بهم اینجا یه آسونی حالا نمیدونم بفهمیدیم. من میبرم برار خودی بیبی خود از سر ازی عکس میگیرم با خدایی که من شما پیدا کرده به اندازه یک سر سیزن این مشکل داشته باشه خود بیدیتی برو با 7 پشت خوب روی حالا نمیکنم. دلجان باشین کاکا کم ها کاکا با خدا میگی لاک عمل رای کنم تمامی همین تو بزرگ بوکسا کش کنه که با خدا مگر به 6 ماه انون ماست پاریس نه کاکا ای گپا نیه کاکا. سعی کنی کاکا ما که اپی بودی خوشه نی یا خدای نکده ما کاسر نداشته باشیم. نه با خدا یالا نمی کنم کاکا باشه شما همسایه الیاز مراتی رو میکدیم یا بالاخره میگفتین خیر و برو همسایه داری چیزی نمیگم. چیه؟ ما خود ما یالا نکنم با خدا همین گیلا کرای کنم. چیه؟ همین گیلا کرای کنم چوب کتو. چیه؟ بزی یک درسی بده اگر ما آمدم خو اگر مواسر از این بالا نکشیدم خو یا مگر این مواسر مر بالا کشی یا مه. چیه؟ این چنی قاسم میگه قاسمی مستری بده باز کجا باز ها مستری همون کار بوس بندونم 6 هفته بر نه با خدا یالا کنین کاکا جو ما یالا کردنی نی فهمیدین با بیلا گردنم بند باشه مثل خورتکیام آنال لبلبون میفروختم سرخ بودن من ندیده بودم که با درد میکنه به یک چپاتی زدن عسکری بود یا طوله مشاور امیت زد که ای خدای بخیر خوشی وزیر یک تیاره کنه ایر در و در کنه خدا پاکیر نون بده و او بده و مو قاسم هم برای دیو سعی کنیم کاکا جو از این بیشتر دیگه گپ نزنیم حال ما خودی همی گیلا حال ما بگو بیارم تو بده با خدا بزی یک درسی بودیم که مدارم تاریخ افغان اها قاسمه گردانم بند باشه اگه بیامدم نیه تور پوست تور چوب تو یک دقیقه غلط نگی اها قاسمه ما با مدار تو کار ندارم میفهمی ما اگه بیام اون گردانم بند باشه نیه پوست تور مثل پوست گوسپند قربونی بری میکنم این کاکا مرتضی ما خودی گپ میزنم قاسم نیه کاکا مرتضی خلیفی هستی کاکا مرتضی سلام ماما اشتن خیلیت جنجره ببخش ماما بگو خیال مرتضی که خیال چیز کردم من خیال شما قاسم کردم شما خیال قاسم کردم خب میگم قابل نداره بگو ما یالا کردنی نیم بفهمیدیم ما فقط دیتا به شما بگم خوب اعمال میرو به حکمت اعمال میت مستقیم بیبی بیایی که برای خودی شما کاکا ماما و مرتضی میگه بیایی برای حکومت به حقوق شرف کنیم فکر تو بگو که اگر حقوق شرف خور بکنیم حقوق شرف خور درسته؟ هر چی میگیم اگه خدای نکرده ای بوم موره مثلا کار کپی نه بشنوه اگر این زوف که خود خلاص کرده میتونی سا چنگ ما زوف که گپی نیه به زوف خون نه مثلا ماما شما سعی کنی که من چی میگم اگه خدای نکرده بوم موره خوب یک گریپی گردانم بند با شمالی به کفان از این خرج نداره ما خرجی رو ما مثلا به می اموال پول داره که می فعلا نقد و نقد بده که پول مثلا ما این میموره قرار کپی خدا نکنه میره نه ما بفهمم من مثلا نمیگم مثلا ما این میموره این مثلا میموره و قاسم داره خرج دخل خفلی اور دخل فخلی امو فاتح داری بده پول نقد بده به شرطی نالی بیاییم بجون تو امو قاسم بگو بیای خود چی فرق میکنه دیگه مرتکب یک ریچی بمرده بیدل مرتکب ما با یک ریچی بمردم ما پی بوتی خوشه نبودیم که هر کی بیای به سر برا ما پی بوتی خاره خوشه ما خوبه نه پی بوتی خاره خوشه یا مارسل نیارده که هر کی بیای به سر ما گپ بزنه مارسل آورده ما پی بوتی خاره خوشه قرار کپی پی بوتی خاره خوشه یعنی مارسل نیارده که هر کس ما گپ بزنه بفهمیدی ما از خوب غیرت داریم مرگ مفاجأه تو غیرت داشته باشی به تمیش سرخ سیل به کجایه مارسل آورده ما غیرت داره
بگو ما سیل آورده سیل نآورده که هر کدوم شما ما را هر کدوم شما سیل نآورده که ما بیایم اینجا چیز کنیم. میگم من اصلا کار ندارم. ماما میگه کار نداری ما کار ندارم. خداحافظ. من خدا یک جلنگ مو به تصاری بمونده باشه گردنم و من شامل میکنم. خداحافظ. میگم تو میشناسی می‌خواستم بدی تو ما خونه سلای بلدم من واجی برفته. بیبی بیبی نمویم بیبی نبوری مار میسنه همین که بار رو ازیر بفهمیدی بچه پاس ده آدم دام رو آور به زون نسنار رسوندم اور همین یک لاتی بکنم به دام می سرای بفهمید کنار تمام میولی سوالی جان تو نه کما برم اول سگ بیبی سگ بیبی انقدر که دیگه بهم تمس سور خان خور آی بیبی بگو چیلیم نکاش بابا ما با جنگ کرده میریم بیبی آرایش نکنیم خود آرایش بخودم خاکم سر تو میگم بیبی همین چلیم شما بگذاریم شما با خدا همین چلیم شما مریض میکنه از این بیشتر نه بیبی اگه دل بیبی باشه که برای خوب چیز کنه به جنگ کرده برای خورس آرایش میکنه میگه میشه زنه بچه قاسمر ببینه بگه همیشه گنده بیایم بیبی که بریم بیبی بگو بیا که بریم میگم اگه بیبی هم نمیره گفتی نه بریم تو نیا برو ما یک شو میکنه برو یک کسری میره خودیو برو من بیام ها بیا دیگه ها فرمودم بیایه نه برو تو نمیفهمی تو استقون ناپاکی برو من میرم که ما خودم آدم گپ زنم نه بفهمید برو بیبی بگو بیا اگه برو بابا کجا برو بیبی ما بگو بیا بساکی ساجی پیدا پس اگه پول نداری چرا مردم دست میدیم اینجا ما مسخره شما نکاکو نه خدا نکنه خب ما تسکیمی گفتم میتونم میریم مارم بیاریم خیلی تمیز شده که بعد لال از اون حبیبی بسو از هر که هست همون خاله هر که هست از اون بسو خلالا درست باکنی سند از اینا 28 بیبی شد با مدت بی صدا نکن بده برینا پول با شما دادا میگم بیبی چه برو مدام بیبی میگی من چی کار دارم بگنم تو بخره پولو تو همین تو خوب شد که همین تو بزدم برو گپ ما باشه که ما برم با خود شما گپ بزنم گپ بزنم حالا چی گپ این تو خیلی سر و دل داری دم سر جمع شدیم جمع نشیم برو پیار خور بگو بیا کازی معذرت خواهی کنه پیار منیه برار منه کو برار تو خب میگم خلیفه قاسم برار منه پیار منیه خب میفهم خلیفه قاسم برار تو نه من خبر دارم میگو لاله میدیم همین کرای میری اما برم بلای به سر خود خدا به سر شما بیارم بریم به سر ما بلا شما مردم هم همین تو کلاواز خور به خان مردم میاد درست اینجا هم بیام خور به خان ما اول میگه بشینی تا تسکیم ما دستماف نکردیم با تسکیم ما برو با برار خوب بگو بیا دستا از زیر بوس کنه درسته یا خسارت از زیر بده خسارت جنی از زیر بده خسارت مالی و باشه خسارت جنی از زیر بده برار من اصلا حال به خونه نیه خب روز جمعه بدر شده برفته به جایی من کار ندارم بیا چکا کنو چه ریل بالا میکنی؟ یک چپاته بده که سرچه اینا چرا میزنی؟ خیش تو برو از چپات دی من نرم کردی من میزنی بله دیگه دفعه آخر تو بشه خودی از اینم بریم داده بریم اگه ما باز برار خونه هر دو منه من ما پیاده مگرم بریم صبر کو پیار می بیایه شما عجب مردمیم خود از نا گرفته نمیشه بریم برای گپ مفته نده شما بریم یاد از مگه بریم که خشتی به شما نزنو بریم اجران یالا دی برار زده بریم دیگه شما دم از این سرا نبینو گپ مفته نده که میاوردم پوستتون چوب باش اخزار گپ نزدم یک شیار پردیم شما نیم خیلی شیاره روزگار من خیلی خوش دارم خدا خیلی کنم بله برو سلام خوبی برو تو خوشحال خیریته شکر نه بابا یک جنجال دو تا بچه در دکن خودم دگر بکردم همون برار بیان یک چپاته بده بروی دیگه خیلی مهم نیه دیگه بابا برای مادر من بیامد همونجا جنجال که خود از او
یکی دیگه هم بیامد خود از 3-4 نفره بزد امور گپی او برای کار خودگه درسته برار که من خلیفه اینم دیگه حالا قرار نیه که بخاطر یک چپاتی زدم البته که اون وقت مرا من خود مشتیخان شم دیگه جار جنجالی بود بکردم مادر مور بزد خودمو گیپک بیام دور بزد دیگه چه کار کنم من دیگه لالا تو خیلی غیرتی بیا خود تو برو خود جنجال خورال کن دیگه من چیکار کردم میتونم جنجالی بو خودی بکردم مثلا لا کردم برای کاخ بازال تو از اون زنگ زدی بیاد که تو اشته خلیفی هر کار لالا میکردی بیا خود تو برو خود درد کنه برو خود گبزه خدا حافظ ذرا به گپ نمیفهمم خب بدیدین ما به شما میگم کال مرتکب به چی خود چپات زدن نمیتونه برفت همسایه دیگر به چپات میزنه خوب گوش کشین جای مثل 5 تا 5 کلیس بری برو صورت بیچاره بیرو شدی بود خون تلخ شدی بود انا میتونه جنجال و مرکب فکر نکنیم به 6 ماندگه باز به خیر خوشی او تیار شو او یلدم خب نمایشنامه رو بدیدیم بریم یک آهنگ هم شما قرار که دیگه تقدیم میکنیم انا باز قسمت 30 میشه دیگه همینجا که قسمت 30 که ماست خلاص شه دمی که ماست خلاص شه انا باز تا به هفته دیگه با شما به خدای پاک میسپارید با پس میاییم به اینجا اوقات تلخ روزگار خوش ای شوق سر زلف تو را تا پیراده چشمی اصلی مست تو را خواب پیراده دم پشت خانه تو باغه انار رسه باغوانش منم باغ تو را آب پیداده پشت خانه دندن کاری باشه جانه یک بوسه بده که یادگاری باشه جانه از روی نده پدر تو میفهمه جانه و دستت بده که زیری آستین باشه از دورو می نمایی خنده کده میایی نقشه کشون و دیوان ظالم جان از کجایی از دورو می نمایی خنده کده میایی نقشه کشون و دیوان سلسله بلگی درختان گلکیم جان آزرده شده جوی تو خوبان دلکیم جان پرواز کنم روام ملکی دیگر جان پیوسته شده به یک مسلمان دلکیم چشمان خم خمی تو ما مردم از خم تو چشمان خم خمی تو ما مردم از خم تو فردا روز قیامت خونم بگردن تو فردا روز قیامت خونم بگردن تو ای شوق سر زلف تو را تاب داده چشمی اصلی مست تو را خواب داده دم پشت خانه تو باغچه انار رسه باغبان از منم آب تو را آب داده
نمایی خنده کده میایی شکشون به دیوار ظالم جان از کجایی از درو می نمایی خنده کده میایی نقشه کشون به دیوار ظالم جان از کجایی